اگر شبها میخوای بخوابی اما ذهنت شروع میکنه به مرور نگرانی ها، این تکنیک دانشگاه هاروارد مشکلت رو حل میکنه. قبل از اینکه راهکار رو بگم، منو برای یادگیری تکنیک های علمی بعدی فالو کن. فکرهایی که آخر شب به ذهنت میان فقط خوابت رو خراب نمیکنن، بلکه باعث میشن صبح هم کلافه بشی و کل روزت خراب بشه. راهکار دانشگاه هاروارد برای این مشکل تکنیک وقت نگرانیه. کافیه به نگرانیات یک وقت مشخص بدی. مثلا هر روز ساعت 5 عصر 15 دقیقه بشین و هر چیزی نگرانت میکنه رو روی کاغذ بنویس. وقتی شب به رخت خواب میری به مغزت بگو این موضوع برای فردا ساعت 5. مغزت کم کم یاد میگیره که نگرانی رو بذاره برای اون وقت مشخص و تو با خیال راحت میخوابی. توی کپشن راهنمای قدم به قدم این تکنیک رو برات نوشتم. لطفاً این ویدیو رو با هر کسی که میشناسی به اشتراک بذار، چون مشکل خیلی است.